یکی رفت قصابی، گفت آقا گوش کیلو چند؟ قصاب گفت کیلوی 900,000 تومان. گفت قصابی روبرویتون میده کیلو 600,000 تومان. گفت خب چرا از اون نخریدی؟ گفت آقا میگه تموم کردم. گفت اگه منم تموم کرده بودم کیلوی 600 میدادم. خیلی فرقه بین وقتی که توی موقعیت هستی یا اینکه داری در مورد اون موقعیت نظر میدی. فقط وقتی حق داری در مورد راه رفتن کسی نظر بدی که قبلش چند قدم با کفشاش راه رفته باشی. پسرخاله به کلاه قرمزی میگفت آزمایش الهی رو یه بار باید ناشتا داد، یه بار بعد از غذا. آقای مجری گفت پسرخاله این چه حرفیه؟ داری موضوع به این مهمی رو مسخره میکنی؟ پسرخاله گفت آخه اعتقاد یه آدم سیر با اعتقاد یه آدم گرسنه خیلی فرق داره. هیچ وقت جمله اگه من جاش بودم فلان کارو میکردم و به زبونت نیار. تو جای کسی نیستی. اگرم بودی خیلی احتمال داشت همون کارو میکردی. به قول داستایوفسکی این یه قانون نانوشته است که هر وقت کسی رو قضاوت کردی سرنوشت اونقدر دنبالت میکنه تا بالاخره تو یه کوچه بنبست با همون شرایط گیرت بیاره و ببینه حالا واکنش خودت چیه. پس هیچ وقت با قضاوتت روزگار رو مجبور به امتحان کردن خودت نکن. ما نمیدونیم اون دیگری تو این روزا درگیر چه جنگیه و مشغول دست و پنجه نرم کردن با چه دردی. به قول اخوان ثالث هر کسی خودش داند و خدای خودش که چه دردیست در کجای دلش.